ماه نور و رحمت و غفران. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به مناسبت ماه رمضان تصمیم گرفتیم هر روز برایتان یک حدیث را از صحیح بخاری از کتاب صیام یا روزه شرح دهیم. امروزه حدیث ما حدیث 1894 می باشد که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند: الصیام جنة فلا یرفث ولا یجهل و ان امرئ قاتله او شاتمه فلیقل انی صائم مرتين والذی نفسی بیده لخلوف فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجل الصیام لی و انا اجزی به والحسنة بعشر امثالها. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند روزه این سپر می باشد. روزه نگهبان شما است. شما را هم از عذاب جهنم و از عذاب روز قیامت نجات می دهد و هم از شهوت های دنیا. و هر کسی که روزه را با ارکانش خالصانه، بدون ریا، بدون غیبت، بدون آلودگی در ماه رمضان بگیرد، بداند که روزه او سبب نجات او از آتش جهنم و این چنین سبب خلاصی او از شهوت‌های دنیا می باشد. فلا یرفث ولا یجهل. پیامبر می گویند وقتی شما روزه‌دار هستید، پس رفث یعنی بیهودگویی و این چنین مبادا نزدیکی کردن به همسر در روزهای رمضان و این چنین عملهایی که انسان را به شهوت میبرد به این دست نزنید و این چنین هر کاری که اهل جهل آن را انجام میدهند، البته از غیبت و دروغ گفتن و جنگ و جنجال، این کارها را هم انجام ندهید. روزه‌دار نباید به شهوت دست زند و یا عملهایی که انسان را به شهوت میکشاند به آن آمیخته باشد و این چنین نباید کارهایی که اهل جهالت میکنند و یا کارهایی که جاهلان و از دین دورها میکنند انجام بدهد. در دوام حدیث پیامبر میگویند و این امرئ قاتله او شاتمه فلیقل انی صائم مرتين. اگر کسی با شما جنجال کردنی شد، کسی شما را دشنام و حقارت داد، شما هم مثل او با او جنجال نکنید و مثل او را دشنام ندهید، بلکه با قلبتان بگویید من روزه‌دار هستم و شأن من نمی‌زیبد که من با این نفر در جنگ و جنجال باشم، در حقارت کنی و در بدزبانی شریک باشم. بعضی از علما میگویند پیامبر اینجا گفتن اینی صائمون گوید، یعنی من روزه دارم، این رو با قلبتان گوید. بعضی ها میگویند نه، وقتی ماه رمضان است که همه میدونند که مسلمان ها روزه دار، با زبانتان من روزه دار هستم، با تو برابر نمیشوم، من روزه دار هستم، با تو درگیر جنگ و جنجال نمیشوم گوید. در دوامش پیامبر میگویند قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، بوی دهان روزه‌دار در نزد الله از بوی مسک و عنبر، یعنی از بوی بهترین عطرها خوشتر می باشد. و در روایت دیگر در روز قیامت بوی دهان روزه‌دار تمام انهای صحنه قیامت را با آن بوی به مسک و عنبر مانندیش پهن می کند و فراگیر می شود و یک نفر را اینکه او از اهل روزه بود از بوی خوش دهانش میشناسند. یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی. و این حدیث قدسی است. دوامش که الله میگوید روزه دار طعامش را یعنی خوراکش را و نوشابه اش را و شهوتش را یعنی نزدیک شدن به همسرش را به خاطر من ترک میکند، نه به خاطر بیماری، نه به خاطر سفر، نه به خاطر دیت و چیزهای دیگر، نه، فقط به خاطر من، به خاطر الله، به خاطر پروردگارش خوردن و نوشیدن و جما را ترک میکند. انا برای همین هم الصیام لی و انا اجزی به. روزه برای من است یا پاداش
روزداران در من است و من آنها را جزا می دهم. سزای عملشان را، مکافاتشان را من می دهم. و الحسنة بعشر امثالها. الله می گوید اگر هر یک عمل صالح 10 برابر خود حسنات داشته باشد، ثواب داشته باشد تا 700 مراتبه، اما روزه از آن هم زیاد است که این را یگانه خود الله می داند. و در اینجا در شرح همین عباره که چرا روزه برای من است، یعنی روزه بنده هم برای من است و من آن را مکافات می دهم، چرا محض کلمه روزه را الله ذکر کرد؟ بعضی از علما می گویند برای آن که هر عملی که بنی آدم آن را انجام می دهد انسان ها آن را مشاهده کرده می توانند. نماز می خوانی، نماز خوانیت را می بینند، صدقه می دهی، صدقه دهیت را می بینند، حج می کنی، حجت را می بینند. اما وقتی روزه دار هستی تا زمانی که خودت با زبانت نگفتی کسی نمی فهمد که تو روزه دار هستی، چون روزه از عملهایی هست که از ریا دور است و در آن تقریبا ریا دیده نمی شود و نفر روزه دار هم تا خودش زبان وا نکند کسی نمی فهمد که او به خاطر الله امروز روزه دار است. الله می گوید این عمل که خالصانه برای من بدون ریا و این چنین بدون حرکت های بیرونی و ظاهری است، این من خودم هستم که به آن مکافاتش را از 700 مراتبه هم زیادتر می دهم. این بود حدیث امروزه ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.